با عرض سلام خدمت دوستان، آموزش متریال مبل، میز و دیوار این صحنه رو میخوام خدمتتون داشته باشیم، ارائه بکنیم خدمتتون. خب برای شروع با استفاده از فتوشاپ روی مپ‌هایی که داریم کار میکنیم. خب به تمام این عکس ما نیاز نداریم، کروپش میکنیم و بخشی رو که نیاز داریم نگه میداریم. بعد با استفاده از هیو سچوریشن سیاه‌سفیدش میکنیم تا به عنوان بامپ ازش استفاده بکنیم. و با استفاده از لولز تیرگی و روشنش رو باز تنظیم میکنیم، اشباع سایه روشنش رو. خب این مناسب استش برای بامپ به نظر من. با فرمت PNG و به اسم وود بامپ سیوش میکنیم. خب خود این تصویر رو هم به عنوان دیفیوز به اسم وود باز سیوش میکنیم. از برایتنس کنتراست هم برای تنظیم مپ دیسپلیس چوبمون استفاده میکنیم به این شکل. و باز سیوش میکنیم به اسم وود دیسپلیس. خب این از متریال چوبمون. بعد نوبت میرسه به متریال کاشی. میخوایم مپ رفلکت براش بسازیم، همینو سیاه‌سفیدش میکنیم و میشه مپ رفلکتش به اسم تایل رف سیوش میکنیم. خب برای اینکه ما مپ بامپ و دیسپلیس این کاشی ها رو ایجاد بکنیم، یه لایه جدید ایجاد میکنیم. خطوط راهنما رو از روی خطکش با کلیک و درگ ایجاد میکنیم و بعد رنگ قلمو رو سیاه میکنیم و با تنظیم اندازه قلمو با گرفتن آلت و درگ کردن راست کلیک روی صفحه چپ و راست اندازه قلم هستش و بالا و پایین درگ کردن هم هاردنس قلم رو تنظیم میکنه. به این شکلی که میبینین تنظیم میکنیم اندازه و هاردنس رو و درز بین کاشی ها رو با قلمو روی لایه جدیدی که ایجاد کردیم خط میکشیم تا درز کاشی ها ایجاد بشه، یعنی خط بکشیم تو اون درزا. با گرفتن شیفت و کلیک کردن میتونیم خط مستقیم بکشیم تو فتوشاپ. شیفت رو میگیریم و کلیک میکنیم و میکشیم. به این شکل خطمون مستقیم کشیده میشه. خب میتونیم باقیش از همین کپی بگیریم، از همین یه دونه خطی که کشیدیم کپی میگیریم و روی درزای افقی قرار میدیم. البته این خط پهناش خیلی بیشتر از درزه. کنترل تی رو میزنیم و نصف میکنیم پهنای این خطمون رو. خب الان این مناسب تر هستش. خب اونای دیگر رو پاک میکنیم و از این به جای اونا هم کپی میگیریم. این شکل که میبینیم پاکشون میکنیم. ببخشید. خب اینو پاکش میکنیم و با گرفتن آلت و درگ کردن کپی میگیریم از این لایه‌ای که داریم.
خب از این طرف هم باز تنظیم میکنیم، مثل اینکه اونورتر رفتن، تنظیمشون میکنیم به این شکلی که میبینین. حالا همه‌شو من نمیخوام کار بکنم، همین کلیتش دست دوستان بیاد کافیه. خب یکی از این خطوط رو هم حالا از نزدیک هم باید تنظیم بکنیم که دقیقا روی درز کاشیا قرار بگیرن این خطوطمون. خب اگه مبحثی خاموش بکنیم میبینیم که این خطوط هستن که بعدا میتونیم به عنوان دیسپلیس یا بامپ ازشون استفاده بکنیم. خب یکی از این خطوط رو انتخاب میکنیم و از منوی ادیت و ترانسفورم 90 درجه میچرخونیمش به این شکل، میچرخونیمش 90 درجه و به عنوان درزای عمودی کاشیا ازش استفاده میکنیم. آلت و درگ میکنیم که کپی بشه. حالا به بعضی از این خطوط راهنما احتیاجی نداریم، برشون میداریم تا اذیت نکنن. خب به همین ترتیب من بقیه کار رو هم انجام دادم. ویدیو رو پاز میکنم تا تکمیل بشه نقشه. خب وقتی این طرح اصلی رو فیش رو کم میکنیم خطوط خودشون روی درزها نشون میدن. خب من تکمیلش کردم این طرح رو و برای اینکه لبه های کارم، لبه های احجامی که دیسپلیس بهشون نسبت داده میشه تو رندر باز نشن، به 4 طرف این مپ دیسپلیس هم خطوط سیاه رو اضافه میکنیم. اگر سفید باشه تو رندر حجمی که ما بهش دیسپلیس رو نسبت دادیم به قلاش باز دیده میشه. به این شکل که میبینین با آلت، با فشردن آلت و درگ کردن و با 4 جهتی که روی کیبورد هستش دقیقا میتونیم این خطوط رو روی لبه تصویر تنظیمشون بکنیم. خب با فلش پایین بله دقیقا تنظیمش میکنیم. خب مپ دیسپلیس ما آماده هستش و ذخیرش میکنیم. با تعریف متریال هامون تو این صحنه کار متریال دهی رو شروع میکنیم. خب اینا رو من پاکش میکنم، متریال ها رو از صفر تعریف میکنیم. این دوتا کلیک رو میزنم تا شطرنج پشت پریویوی متریال و خود دیفیوزی که به متریال نسبت داده میشه در صحنه بر روی احجام دیده بشن. خب متریال کاشی رو اول سر میسازیم، اسمش رو میذارم تایل و رفلکتش رو هم که قبلا ساختیم بهش نسبت میدم. 75 صدم فکر کنم مناسب باشه برای رفلکتش و فرزنل آی آر هم 3 تا 5 برای کاشی و سنگ مناسب هستش، من 3 بهش میدم و ساب دیوایزش رو هم 25 قرار میدم تا نویز نداشته باشیم. خب برای بامپش هم از دیسپلیس استفاده میکنیم. خب روی درزهای کاشی ما فرو رفتگی ها رو داریم میبینیم. برای تنظیم بامپش میتونیم از گزینه بلر استفاده بکنیم که نقشه رو با وضوح بالاتر یعنی بلر پایینتر یا با وضوح کمتر یعنی بلر بالاتر میتونه استفاده بکنه 3D Max برای متریال.
همون بامپ رو هم باز کپی میکنیم روی دیسپلیز. البته سطح خیلیه و اینو ما کمترش میکنیم، اندازه عمق درز کاشیا، یعنی نیم سانت تقریبا. خب متریال بعدی که میخوایم بسازیم متریال چوب دیوار هستش. خب 65 ممیز 65 قرار میدیم آرگلوساینزش رو و آیا آرش رو هم رو 4 قرار میدیم، ساب دیوایزش رو 24 قرار میدیم. البته همه این مقادیر تو رندر تست میتونیم بهش برسیم. فعلا این مقادیر رو قرار میدیم، پامپش رو هم نسبت میدیم بهش. های گلوساینزش رو هم روی 75 صدم تنظیم میکنیم و به همین ترتیب مقادیر رو بالا و پایین میکنیم تا به نتیجه مطلوبی که میخوایم برسیم. خب یه متریال دیگه هم تعریف میکنیم، متریال تخت نراد روسی برای مبل و میزمون. خب 127 برای رفلکتمون و آرگلوساینز ممیز 55 چون شفاف نیستش، خیلی براق نیستش این متریالمون و همین مقادیری که میبینیم براش کافی هستش. دیسپلیسش رو هم بهش نسبت میدیم، مثلا 2 یا 1. خب کاشی رو به دیوار پشت مبل نسبت میدیم و اندازه هاش رو با توجه به رفرنس تنظیم میکنیم. از مودیفایر UVW map برای تنظیمش استفاده میکنیم. اینجا پلن رو میتونیم 90 درجه بچرخونیمش، اما بهترین راه استفاده از باکس هستش. خب این تنظیمش زیاد طول میکشه، از باکس استفاده بکنیم راحت تریم به این شکل. خب با استفاده از گزینه‌های یو تایل و وی تایل ما میتونیم متریال رو بر روی دیوار اندازه‌هاش رو تنظیم بکنیم. خب 12 فکر کنم 15 بهتر باشه. 12. خب رندر تست میگیریم. البته رزولوشن این رندرمون پایین هستش ولی کلیت کار رو نشونمون میده. خب ارتفاع تایل هامون بیشتر از عرضشون دیده میشه روی دیوار، پس این رو باید درستش بکنیم. این شکل که میبینین میتونیم تنظیمش بکنیم. البته این با مقیاس چشم هستش، ولی بخوایم دقیق تنظیمش بکنیم باید روی یکی از این کاشی‌ها یک مکعب به اندازه‌ای که کاشی‌ها در واقعیت قرار باشن میکشیم
باید بکشیم مثلا یک مکعب 1 در 1 در 1 و بعد کاشیه هامون رو دقیقا اندازه همون مکعب باید تنظیم بکنیم تا مقیاس کارمون دقیق باشه. به این شکلی که میبینین اندازه کاشیه ها رو با اندازه مکعب اسکیلی که کشیدیم یکی میکنیم تا دقیقا کاشی هامون مثلا 1 سانت در 1 سانت روی دیوارمون بشینن. خب الان تنظیم هستش. خب ولی خیلی ریز شد و از رفرنسمون خیلی ریزتر شد، پس این مقادیر رو ما کمترش میکنیم 12:14 مثلا. خب الان تقریبا تنظیم هستش. خب میرسیم به متریال میزمون. خب به رفرنسمون هم یه نگاهی میکنیم ببینیم که متریال به چه نحو روی میز قرار گرفته. خب باز از UVW مپ باید کمک بگیریم برای تنظیم متریال روی میز. این قسمت رو میچرخونیم. با درگ کردن مودیفایر یک حجم بر روی حجم‌های دیگه میتونیم اون مودیفایر رو به حجم‌های دیگه هم نسبت بدیم. خب میتونیم انواع اقسام حالتهای یووی رو امتحان بکنیم ولی تو این حجم مورد نظرمون باکس بیشتر از همه جواب میده. خب این رو هم تنظیم میکنیم مقیاسش رو. به این شکلی که میبینیم یه نمای دوربین برمیگردیم و رفرنسمون رو هم چک میکنیم. پایه های میز وضعیت قرارگیشون باید 90 درجه باشه. این 90 درجه باید بچرخونیم. خب الان بیشتر به تصویرمون شبیه تر شد.